سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی مرکزی از شهر پراگ تقدیم شماست. من عبدالله اشرف هستم همراه شما. امروز دوشنبه 3 ایون است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه. باران و سیل شب یکشنبه نه به زنده ها و نه به فوتیدگان رحم نکرد. تاجیکستان خسارات سیل روزی یکشنبه را حساب میکند. دیگه بچه‌ها میگن چجان ما با کجا میبریم، ما رو به ترزه میبریم. گفتم اینجا پشت شمال دیگه چخر ما به ترزه میبریم. 200 گرم چرب در هر کیلوگرم گوشت. ساکنان در دوشنبه از خلافکاری دکانداران شکایت دارند. مسئولان 44 چشمه انتظار سیاحان خارجی هستند، ولی فعلا مردم محلی به اینجا بیشتر اعتقاد دارند. اومده زیارت کنه صدق دلش بختش آمیشه. یک ساکنی ناحیه خراسان ولایت ختلان تاجیکستان بر اثر سیل روز 2 ایون جان باخته است. سیل روز گذشته که در پی باران شدید به وجود آمد، در خراسان به حوالی 18 ساکن ضرر رسانیده، به کپروک راه دوشنبه باختر نیز آسیب رساند. از گوشه های دیگری کشور هم خبری خسارات سیل می رسد. همکارانم زرانگیزی نوروزشاه و برات یوسفی به ناحیه رودکی سفر داشتند که ساکنان ده آب شفای این ناحیه از آفت سیل ضرر دیدند. بارشات شدید باران و آمدن سیل ساکنان دهه آب شفای ناحیه رودکی را در نصف شب غافلگیر کرد و در حال ترس و هراس گذاشت. نرزگل با 2 فرزند معیوبش چگونه از خانه و دام سیل بیرون شدن را نمیدانست. این مردک بیرون برآمده که تامی اسپید نکرده که تامی برآمده که نگه نتونست که دروازه در مثال یا چیمونه دقت کردم خواستم نگاه کردم شراست نگاه کردم که او میخواد بلند شده اومده سبب دیگه باور نمیکنه بچه‌ش میگم میخوای خوام بیدارم دیگه بچه‌ها رو نگاه میکنه او چجان ما با کجا میبریم، ما رو به ترزه میبریم. گفتم اینجا پشت شمال دیگه چخر ما به ترزه میبریم. با کمک همسایه شوهرش فرزندان معیوب را از دام آب در داخل خانه رها کردند، اما 2 روز باز در خانه همسایه زندگی دارند. سیل شب 1 ایون به این مانند 8 منزل و تخخانه ها را در دهه آب شفا زیر آب گذاشت. ساکنان با کمک سربازان کمیته حالت های فوق العاده 2 روز باز از داخل منزل و حوله هایشان آبی لایالود میکشانند. بلندی آب اینا معلومه. اون 60 سانتی متر و او 60 70 سانتی متر او درون. خونه هم ضرر دیدن او خونه و هم ضرر درون خونه درآمده نمیشه، ولی اینو با یمودمو در روی خو رفته نمیشه. مکتب کهنه این دهه فعلا به صفت مکتب تحصیلاتی ابتدایی فعال است و سیلخزی فعالیت امسالش را قبل از وقت قطع کرد. کودکان این مکتب فعلا تحصیل را در مکتب دیگر ادامه میدهند. بنای کهنه مؤسسه تعلیمی پر از رو مونده است که میبینید و بعد صنف خونه هم در آمده است که مثلا تخخونه مثلا همین بیناها پر از جریان موندن و در اینجا همگی 800 نفر خواننده از صنف 1 تا 4 تحصیل میکرد که خیلی گفتیم در اول در 3 بخش در مؤسسه تعلیمی نوبنیاد تحصیل کرده ایستادند. بارشات باران‌های شدید و سیل شب 1 ایون به کشتزار مردم این دهه نیز زیانی جدی رسانیده است. برخی از دهقانان میگویند اکنون از حاصل امساله زراعتشان امید زیاد ندارند. اینجا آفتابپرست همه تمام این عاقبت تمام شده. کاریش گندم است. 1 هکتار گندم است. 8 تا آفتابپرست دیگر 8 تا کارتوشکا داریم. تمام شد. اونطور خودتون رو بیو کنید چه داریم بعد وضع صوت دیگر بیان کنوشم شده باشه. ساکنان ده هم میگویند در این ده در زمان استقلالیت بار 8 است که سیل می آید. علت اصلی سیل امساله در دهه آب شفا بند بودن پیشراه سوی آبگذر بالای ده گفته می شود. سبب اساسیش پیش یعنی آب مخکم کردن یعنی راهسازا بود که یعنی آب در این ده خیست. او می اومد زیاد با او پیشتر کفرش می اومد با قدر امکان می رفت. بارشات باران و ژوله شدید در چند ناحیه‌های دیگری کشور مخصوصاً منطقه جنوب تاجیکستان باعث خسارات منزل و کشتزار و حتی کشته شدن 1 نفر در ناحیه خراسان شده است.
باید قید نمود که از اول سال تا به امروز در نتیجه زیاده از 500 حالت و حادثه‌های طبیعی که در حدود جمهوری ما رخ دادن متاسفانه 17 نفر شهروندانمان به هلاکت رسیدن که اگر 2 ماه اخیر رو ما تحلیل کنیم این هم باشد راست می‌آید به اون آمدن سیل و در نتیجه به اون هم باشد بارشاتی که از اول بهار خیلی زیاد به قید گرفته شده بود به قید گرفته است. بنا به اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان تا 7 ایون هوا در کشور نامساعد باقی میماند و بارشات پرشدت باران در منطقه های کوهی در نظر است. گفته می شود در این روزها خوف آمدن سیل یا فرآمدن سنگریزی مخصوصا در شاهراهای کوهی بلند است. کمیته حالتهای اضطراری به مردم هشدار داده است که در این روزها از جمع‌آوری محصولات در دامنکوها، چارواچرانی، شکار و ماهیداری خودداری نمایند چون بارشات شدید لغزش زمین رو هم خیلی زیاد میکند. در کانی بادام یک نهر در ده شرقرغان از ساحلش خارج شده گورستان ده را کاملا زیر آب کرده است. در نواری که کاربران فرستادن دیده می شود چندی از قبرهای این آرامگاه بر اثر زیر آب ماندن کاملا فرو رفتند. بینندگان ارجمند تشکر از شما که در 2 روز اخیر از محل آفتهای طبیعی به ما عکس و نوار فرستاده. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می‌خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681. بار دیگر یادآور می‌شوم که این رقم تنها برای قبول نوار و عکس و خبرهاست، نه صحبت. تنها در حالتی که ما از شما مواد دریافت کردیم برای پیدا نمودن تفصیلات با شما تماس می‌گیریم. در آستانه عید فطر نزد دکان‌های گوشت فروشی در دوشنبه بیش از هر وقت سر آدم است. اما ساکنان شکایت دارند که دکانداران در هر کیلوگرم گوشت حتما 200 گرم چرب علاوه می‌کنند. دکانداران میگویند گوشت را با نرخ گران می‌خرند. این در حالی است که مقامات شهر از قصابان طلب می‌کنند که نرخ گوشت را از 40 سومانی بالا نبرند. چرا چنین وضعیت به وجود آمده است؟ اسکندر فیروز و شادمانی یتیم گزارش می‌دهند. با نزدیک شدن عید رمضان تکاپوی مردم در بازارها بیشتر شده است. مثل معمول بیشتر زنها خرید عیدانه میکنند. از قند و میوگی تا نوشاکی و شیرینی های خانگی. بیشتر چکچک، اوزق، نمی‌پخت‌پزایی که در خانه پزیده میشد همچنین ارزان می‌غلطن. نسبت که می‌خری خود تیار میکنی یا ارزان می‌غلطن. شما در پیش از عید نقشه یک ماهی کاراتون اجرا میشه؟ یک ماه نه 2-3 ماه. نوابسته از نرخ و نوا ساکنان تلاش میکنند محصولات مورد نظر خود را خرند. حتی عادی ترین شیرینی ها را اکثریت در خانه نپخته از بازار میخرند. نه وقت نیست. خانه در کلنو کارتا. نوا چکل است؟ سوس. ولی وضعیت در رسته گوشت فروش ها ساز نیست. علاوه حتمی چرب در هر کیلو گوشت اکثر وقت با جنجال خریدار و فروشنده انجام می شود. سوداگران می گویند چرب را هم همراه گوشت خریدند و باید یک جا فروشند. کلنچ خیلی خوش خواه بیروغم گا بیروغم بیروغم بیروغم. همه 50 گرم حتمی. 50 ولی 50 گرم حتمی. خریداران نمی خواهند با نرخ گوشت چرب خرند. امروز گوشتخری اومدم حاضر. گفتم گوشت میگیرم میگن در سر 1 کیلو 200 گرم روغن قش میکنم. این روغن ما چیکار میکنم در یویگر. من در روزی نشید نگرفتم میرم به گوشت خونه میرم. مثلا نرخ نوش در 40 سوم با روغن نمیارزه. حقوقدان ها این عمل فروشنده ها را نقض حقوق خریداران میدانند. در نزد بازارها یارمارکه های محصولات خوراکی تشکیل شده است. هرچند ارزان است ولی خریداران از پست بودن صفتش شکایت میکنند. 1 کیلو گوشت 45 سوم. گوشت گوبا میپویان زردالو چی؟ 1 کیلو زردالو 5 سوم فروخته شده. انصاف در کجا باید؟ انصاف نیست. هرچند مقامات مردم را برای تنظیم دسترخوان دعوت میکنند، در روزهای پیش از عید همانا از انبوه آدمان در بازارها به قول جای سوزن ماندن نمی شود. به نظر می رسد که دسترخوان مردم مثل نرخ و نوای بازار تنظیم شدنی نیست. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه.
امروز پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با سفری رسمی 3 روزه به بریتانیا وارد لندن شد. اثنای ورود ترامپ در شبکه اجتماعی توییتر میری پایتخت بریتانیا صادق خان را سیاستمدار ناکام عنوان داد. قبل از سفر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا صادق خان از آن ناراحت بود که به پیشواز ترامپ قالین سرخ پرتافته خواهد شد. سفر ترامپ زمان دایر می شود که بریتانیا در رابطه با برگزیت و یا خارج شوی این کشور از اتحاد اروپا با بحران مواجه شده است و سروزیر ترزا می گفت که به همین زودی ها از مقام رهبری حزب حاکم و کرسی سروزیر بریتانیا استعفا می دهد. آخری هفته گذشته ترامپ به می مشورت داد از اتحاد اروپا بدون پرداخت جبران خارج شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا همچنان ابراز داشت که سابق وزیر کارهای خارجی بریتانیا بوریس جانسون بهترین وارث کرسی می خواهد بود. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان وعده داده است که در ترمیم و بازسازی 44 چشمه که با آبهای مصفا و شفابخشش در ولایت ختلان معروف است سهم میگیرد. 44 چشمه یکی از زیارتگاه‌های پرآدم در ولایت ختلان است. مسئولان زیارتگاه امیدوارند که بعد از بازسازی آن شمار سیاحان باز بیشتر می شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم امردین اولیموف و رستمی جانی. من دخترم اومده نیت کرده اومد منم فرزنددار شوم گفته بلوک آب در آمده 7 سنگ گرفت همه گرفته یک لطبه بیله کرده موند شوکت فرزنددار شد. این گونه باورها روز دهها نیازمند را به 44 چشمه می آرند. شامیده بودم چند قش نیامدم اومدم تا زیارت کنیم آب شب بگی بریم خونه پدر مادر روزای. 44 چشمه در بین ناحیه شهر توس و ناصر خسرو جایگیر است. مردم میگویند با دعای بابای قنبر پیری گلبان ها این چشمه ها از زمین جوش زدند. خداشون حضرت علی سیسش بوده، یعنی اسما خدمتگارش بودگیم. این طرفای ما مقصد جاری کردن دین اسلام، تلقین دین اسلام تخمینا 13.5 عصر پیش آمده در همینجا یاردار شده زخمی شده بندگی کردگی میگن. این وقتی که این کسا میبینن با لشکر بسیار مبارزه میبرند، پیش آب پیش دریای کافرینان نمیمونن، این لشکر جنگ اهمین برد میکنن. بسیار عذاب میکشن از جنگ نو آتشنگی انویلوجی جماعتا دعا میکنن پروردگار طلبی نجات. وقتی که پروردگار زورا و نولا میکنن سحر میخزن که امیون سنگ خاک خالی همین آب تازه برآمده. 44 چشمه از 17 حوض که هر کدام از 2 تا 4 چشمه دارد عبارت است. هر یک چشمه ترکیب کمپوننت مینرالش ایدیش فرق دارد. هر یک چشمه نام دارد و نام کنه ام جهت مینرالش یک کسلی با دوا حساب میشه. تخمینا 97-98% آب تازه. آنچه اینجا واقعا تسخیر کننده است در آبی مصفا شنا کردن ماهی هاست. وجود آنها در این حوض ها حیرت آور است. بر طبق اعتقاد مردم شکار آنها گناه است. این یک زیبی همین آب است. مثال همین آدمای مهمانایی که آمدگی همین راحت میکنن. سیاحان زیادی از ایران، افغانستان، پاکستان به این زیارتگاه می آیند. گاها آب آن را به کشورهای همسایه سوغاتی می برند. برای من آیلم و نقش شوه برای چشم نیت آن آتم سلامتی شمدگی. حالا مقامات می خواهند به 44 چشمه سیاحان بیشتر بیایند. بانک جهانی برای بازسازی آن کمک می کند. مقامات تاجیکستان میگویند سندهای ضروری را برای عفو مهاجران آماده و به مقامات روسیه پیشنهاد کردند. مسئولان نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفتند که با همکاران روس خود در این سمت کار را آغاز کردند و حتما عفو اعلان خواهد شد. موضوع عفو مهاجران تاجیک میانه‌های ماه اپریل امسال هنگام سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به روسیه صدا داد، ولی بعداً جزئیات درباره این موضوع ارائه نشد. این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر را می توانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. مطالب ما همچنان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادنا کلاسیک هم قابل دریافتند. فردا صبح بر وقت نویدی بامدادی را تقدیمتان می شود. خدا نگهدار.